بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة های درس عقیده. امروز موضوع ما درباره مردگان است. برادران و خواهران، مردگان دعا را نمیشنوند. مردگان به یگان چیز قادر نیستند، بلکه آنها محتاج ما هستند. از این رو از مردگان طلب دعا کردن یا چیز دیگر را طلب کردن جایز نیست. خداوند در قرآن میگوید انک لا تسمع الموتى، ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو مردگان را شنوانده نمیتوانی. سوره نمل. اینچنین الله سبحانه و تعالی میگوید و ما انت بمسمع من فی القبور، و تو نمیتوانی سخن خود را به مردگانی که در قبرها هستند بشنوانی. یعنی نه تو نه دیگران میشنوند. سوره فاطر. این آیات ها دلالت به آن میکنند که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما جایز نیست که از مردگان و یا غایبان یاری جوییم، بلکه از خداوند یاری طلب کنیم. در درس گذشته گفته بودیم که از آدم زنده حاضر و قادر باشد طلب کردن ممکن است، اما از چیزی که غایب است طلب کردن جایز نیست. الله میگوید استغیثون ربکم فاستجاب لكم. سوره انفال. هنگامی که از پروردگارتان یاری خواستید دعای شما را اجابت نمود. این آیه در جنگ بدر نازل شده است. الله سبحانه و تعالی حی است، قادر است. یعنی الله زنده است، الله میشنود، میبیند. ما باید از الله پرسیم. یعنی الله خبر داده به ما است که همگامی که از پروردگارتان طلب کردید، طلب یاری طلب کردید، الله شما را دید و شنوید و دعای شما را اجابت نمود. برای همین ما از مردگان طلب نکنیم هیچ وقت، بلکه از الله سبحانه و تعالی تنها از او بپرسیم. او به ما کمک میکند. او سبحانه و تعالی مشکلی ما را آسان میکند. هر چی که خواهیم از الله بپرسیم. الله سبحانه و تعالی قادر است به همه چیز. وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم غم و اندوه می رسید می گفتند یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یعنی ای زنده و تدبیر کننده، بر رحمتت از تو یاری می طلبم. روایت ترمذی. یعنی این طلب پیامبر صلی الله علیه و سلم از الله بود که گفتند که ای زنده، ای قادر توانا، ای کسی هستی که مثلا قایم هستی، تدبیر کننده هستی، از تو رحمت را می‌طلبم. این است عقیده صحیح. این است طلب حقیقتا. یعنی ما باید از الله دعای بپرسیم. از مردگان طلب کردن این شرک است، شرک اکبر است. برای همین ما احتیاط باشیم، هیچ وقت از مردگان طلب نکنیم. غیر از خداوند از کسی دیگر یاری طلبیدن هیچ ممکن نیست. زیرا الله میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی شما گفت سوره فاتحه بکی تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. وقتی که شما همین سخن را گفتید، اکنون دائما از الله بپرسید، نه از مردگان. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعذ بالله. هرگاه بپرسی از خدا بپرس و هرگاه یاری خواستی از خدا یاری بخواه.
این بود امروزه درس. از الله میپرسیم که هر یک ما را، هر یک شنونده را به این عمل کردن و خوش نصیب گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.